سلام علیکم برادران اهل مسلمانی که در اینجا در بین سرحد قزاقستان و سرحد روسیه مانده. سبب اساسی سبب کسلی کرونا ویروس یا که کوید 19 میگه. ما از جمعیت تاجیکان ولایت سمر برای هموطنان خودمون که در این مرز نمیتونن که به جای کاری خودشون سفر کنن، به همین سبب ما برای اونها آوردیم خوراک گرم، دیگر محصولات های خوردگی قشلاق از نام مردمی که در سیون بعد کار میکنند. اونا هم مثل شما مهاجری مهنتی هستند و به سبب آن که آنها در جای کاری خود کار کرده شدند، از این سبب آنها برای این مهاجران که در سرحد ماندند یک قسمشون صدقه خیریه جمع کردن به این مردم تقسیم کرده داده استودیان. از نام جمعیت تاجیکای ولایت سمر پیوند به همه مردمی که صدقه خیر داده است به آنها رحمت. سبب اساسیش این است که دست یکدیگر را گرفتن در کار. اگر دست یکدیگر را در این روزهای مشکل ما نگیریم، دست ما را هیچ کس نمیگیرد. برای همین من از همه این مردمی که در اینجا ایستادگی‌اند، اینها که نمیتونن به جای کاری خودشون رفته، همین محصولات ما را همچنین صدقه خیریه قبول کنیم. رحمت به مردم بازا سیون بازا که همین خیریه را جمع کرده آوردند. اینجا هست تاکسی های ما که میروند میان اکمل جان، یعنی که این چند روزه که همین مهنتی همین کسافتی ایمونه آورده رسانده ایستادن. من اکمل آجی خودش من او را پرمیدم که همین را تقسیم کنم چند به مردم. با این مردمی که در اینجا بالسوی گوشید من این قدر پلاتکوهایی که جمع آوردن برای مردم که در صحرا نمانند. من اینجا مقصد که جای خوراکدهی ادمینستراسیاش بالا اونجا پونکتی مدیسینا همه را برای همین مردم مهیا کردن. برای همین به ادمینستراسیای همین بالسوی چرنیک رحمت کلان از نام همه مردمی که در سمر کار میکنند، خصوصا از نام مردمی بازار، با همین شرافت ما و شریف رمضان بینید که با این مردم که زیاده از قریب 500 نفر در اینجا محتاجن به یاری این مردم ما آورده داده شدیم. رحمت کلان به همه شما. ماش این کلیو برات میگه کتوری هذا هو ذاتي زي ذاتي Граждане Таджикистана, ребята сидят в легковом машине. Отвезите туда. А вот по дороге на таможне колонна машин стоит. Там есть машина именно... Не видел. Вчера я там был. وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين وانا لمدح محمد ابو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء. برادران عزیز، هموطنان گرامی،
من حاضر روشنکام ای فرمشان خدا خیرشون قبول کند. یک گوسفند صدقه برای همون مردمی که در گرانیسه هستن برای وی آوردن. انشالله رحمان من این گوسفند فقط پخته میبریم برای برادرها. خدا خیرشون قبول کند. اشاره خدا کسب کنم برکت یاد کن. انا انشالله رحمان با امر خدا در مابین یک امروز کم مردم دیر کردن برای پگه سحری ده آش پاش تشکیل میکنن. بعد میبرم این ماشین پر میکنیم بعد میبریم انشالله رحمان. خدا هم مطمئن نگهبان باشد برادر عزیز. خانه من بسم الله الرحمن الرحیم. این برادر من برای همین مسافرایی که امروز در راه مشتکا ماندگان من آش پخته ایستاده است. خدا خیر این برادر قبول کند. من خدا را شکر هر وقت آشم تیار میشه. به همین جای میگه لپوتکا. مردم هم برای خیر احسان من آب و پمیدور و بادرینگ و ساک و نان و هرچی من بیزش لانچن و برای خوردنی داشیرک و همه چی من مردم تیاری کردیم. خدا را شکر خدا خیر همین قبول کند. با سرداری اکی حجه اکبر و با سرداری اکی سید اسرار همسه بعض مردم سیر صدقه تیار کردیم. خدا خیر همه امنه به درگاهش قبول کند و پروردگار همشان نگهبان باشد انشالله رحمان. 15-20 minut پس آشم میشد. همین آشم میگیریم میبریم برای این برادرها. ونلمدح محمد أبو بكر صديقين ونلمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب وانا لمدح محمد أبو بكر صديقين وانا لمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عمر ابن الخطاب وانا لمدح محمد أبو بكر صديقين وانا لمدح محمد